توپا کیه اینترو داره، من هر وقت گوش میکنم قلبم میلرزه. میگه ماما داشا، میگه ماما من تیر خوردم. سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم با یه ویدیو آموزشی دیگه. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری به راحت ترین و با پینگ کم به بازی آنلاین وصل میشه. خب اینجا ما توی مرحله اول باید بریم تو برنامه DNS جامپر. توی صاف 98 میتونین دانلودش کنین. DNS جامپر اسمش. DNS های مختلف داره. بعد استارت DNS رو بزنین، تست میکنه ببینید کدوم DNS از همه برای شما بهتر، نسبت به اینترنت و اشتراک شما بهترین DNS رو براتون پیدا میکنه. این کارو که کردین، اگر تو بازی نرفت میریم سراغ مرحله بعد که این برنامه است. اسمش از پکت رفت. لینک دانلودشو توی دیسکریپشن براتون میذارم. حالا نسبت به هر بازی که میخوایم برین، یا ایکس باکس یا دیسکورد یا اسپاتیفای، اپیک گیم یا بتل نت یا هر بازی دیگه ای انتخاب میکنین، میرین داخلش و وصل رو میذارین، به راحتی وصل میشه. معمولا با پینگ خیلی کمی هم براتون میاره. واقعا برنامه رایگان و خیلی خوبیه. برنامه الایت پینگ یکی از بهترین برنامه هاست برای بیشترین سرعت و بهترین پینگ، یعنی استیبل ترین پینگ رو بهتون میده. ولی خب پولیه، باید اشتراک ماهانه بخریم. لینک سایتش رو براتون میذارم. اینم سایت پکت رفته، اینم سایت الایت پینگ. هر دو تا لینکش رو براتون میذارم. میتونین مختص به سیستم عامل پیسی تون یا لپتاپتون دانلود کنین. دانلود لینوکس داره و ویندوز، برای مک نداره. این برنامه هم اگر خواستید توی کامنت ها بهم بگین که لینک دانلودش رو براتون بذارم. سرعت DNS ها رو میگه. حالا چون شرایط بعد از جنگ بوده، یه خورده سرعت اینترنت و اینو خراب شده، واسه همین معمولا تایم اوت میشه. همین، خیلی خوشحال شدم ویدیومو دیدید. ممنون میشم ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. با یه کامنت و یه ساب شما خیلی به من انگیزه میدید. ممنون میشم. مرسی. شب و روزگارتون خوش.